ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو کی نامه کنم باز. اولا السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. با کل بینندگان شبکه کلیدی اسرار با شما هستیم صدای امید. خب برادرای عزیز، راستی یک ثبت در صدای امید پافتیم. آزمون قاریان پنجم قسمش ده یک قاری بچه با نام قاری نظرالله جان که معیوب هستند، دستا و پاچکاش از کار ماندگی هستند. بعد روز یک برادر زنگ زد و گفت او مثال هم یتیم است هم اشانزاده است، شما او را میگذراندین با بسیار خوب میشد. اولش که من همه داوری کردن نغز نمیدیدم، نمیخواستم که داور شوم، اما سببی که بسیار خیلی جستجو کردیم به گردن نگرفتن یک چند برادران، همین سبب خودمان داوری کردیم. دلی من باور کنین اونقدر دلی با قوت نیست. در اندک چیز من هم غمگین میشوم، زیق میشوم. من دوست میدارم همین قاری بچه ها را. نه یک چند قاری بچه ها در پول فینال، یعنی که با نوار گرفتیم دیروز، یک چند تاش را غلطاندیم، باز اومده زیق میشوم. لیکن باید که شما هم بفهمین و بدونین که همه را ما گذرانده نمیتونیم. مثال 3 کس جای اول دوم سوم میگیرد. مثال در اینجا قریب 50-60 قاری بچه است. از این 50-60 را من چگونه همه میگذرانم؟ خیلی خوشون میدونن از کدام سبب غلطیدنشون رو، از سبب تجوید و آوازشون. الحمدلله. لیکن ما همش دستگیری میکنیم تا چون امکان چی خدمتی که باشد انشاءالله ما خدمتشون هم میکنیم. سبب نوار کردن ما در این است که در زیر همون ویدیوی ما کامنتر ده بسیاری برادران هستند که تمی قاری معیوب نگذراندی، دلمون است ماند، طور دیگر بد میبینیم. خوب مرا خوب بد میبینی، خوب نغز میبینی و در اختیاری تا هست. یگان کس را مجبور نمیکند که ما را دوست بداری که ما را شوم ببین. نه که شما هم باید بفهمین برادران، اساسا برای همون قاری بچه کرده بودم که مثال غلط اوندیم که اینقدر راه دور و دراز مشقت کشیده بیاید اینجا بشینه و قوت توانایی مثال در کار برای ضربه زدن و خواندن و آواز برآوردن. الحمدلله بهترین شخصیت هستند. نه که موقع قوت ندارد که مثال ببراره همه آوازه. ما همین سبب برادرمون غلط اوندیم تا اینکه مشقت کشیده قدر راه دور و دراز نآید. به غیر از این قاری جان با چندین قاریان معیوب و نابینا هستند. خداوند همش نگهبان باشد. همین سبب برادرای عزیز هر خیل فکرهای ناجور نکنین. من هم آزمون کردم که ذوق قاری بچه ها زیاد شود. نمی شود که مثال خیلی او مثال تجوید نگاه میکنیم، ما گفتیم ما آواز ما دو چی گفتیم، نگفتیم که ما مثال خیلی معیوب نگاه میکنیم، نگفتیم که ما نابینا نگاه میکنیم، نگفتیم که ما دیگر چیزا نگاه میکنیم. ما فقط گفتیم که تجوید نگاه میکنیم و آواز. مثلا ما اینجا چرز و دیگر ندارد. این آزمون قاریا هست. این کار حق هست. مثلا ما در حق ناحقی نمیکنیم. و همین سبب چیزی که هست عیان است، حاجت به بیان اون نیست. مثلا هرچی با چشم مردم عیان است ما همون هویش میکنیم که تو اینکه ببینن. انشاءالله ناامید نمیشون قاری بچه‌ای که مثلا در این آزمون میغلطن، اینها ناامید نمیشون. ما با اینها برادر هستیم، با هر یک اینها رو دعوت میکنیم، با اونها صحبت آزاد میگذرونیم. خدا خواسته باشد باز میشود سالهای آینده ده انشاءالله با بهترین آزمون ها رو تشکیل کنیم با دستگیری شما. راستی در همین آزمون زیاده 70,000 سومان گفته بودیم در ثبت صدای امید کانالمون که رسخ داریم. اما خیلی برادرانی که به ما گفته بودن که ما دستگیری میکنیم، من آزمون تشکیل کردم. وقتی که آزمون تشکیل کردم رفتند و دیگه دستگیری نکردن. که ان شاء الله که خداوند در پشت پناه مون است، دستگیری مون میکنه. و کسی که میخواهد در همین قاری بچه ها خیر بکند، مرحمت اینا کارت از بیربانک خیر خطونه بگذارین تا اینکه همین قاریانی که مثال در اینجا میغلطن مثال هموناش هم ناامید نشوند. کدومش که مثال خیر جای اول و دوم و سوم میگیرد، صاحب همون مثال جای اول 15، جای دوم 10، جای سوم 5,000 سومان، یعنی که 30,000 سومان فقط برای 3 جا هست.
хайр кардан бихоҳед, марҳамат ина хайри худтона бигузорен. Барои ина қори маъюбам иншааллоҳ ки мерем, хабарш мегирем, бо хости худованд кӯмаки худмона мерасонем. худованд нигаҳбонтон бошад. Ин ҳам буд дар бораи ҳамин бародар. бисёр фикрҳои ноҷо кардан бародарон дар зери комментария. ҳамин сабаб хостам бифаҳмонатона ки бародарои азиз шумо ҳарқи фикр накунед. мо ин бародарро дӯст медорем. бовар ки агар худо сагм кунад, саги қорӣ мешам. агар сагм кунад, мерам як дари қорида саг бонӣ мекунам хонара. барои он ки қадр манзарати қорӣ дар назди худо чунон баланд аст ки агар мо ва шумо бидонем, бовар кунед аз зери по то нуки саршона мисол дар хизмат мешем. ба ҳамин сабаб худованд ҳар яке мо ва шуморо барои сироти мустақим ҳидоят кунад. фи амониллоҳ.